امروز قرار راجع به کتاب عادات اتمی اثر جیمز کلیر با هم صحبت کنیم. کلیر در این کتاب به بررسی چگونگی شکلگیری عادات در زندگی، تأثیر اونها در زندگی و چگونگی تغییر این عادات در زندگی ما میپردازه. کلیر بر این باوره که تغییرات کوچک زمانی که به طور مستمر و مداوم انجام بشه میتونه به نتایج خیلی بزرگ و مؤثری منجر بشه. حالا چرا عادات اتمی؟ در واقع عادت اون رویه یا روتینیه که ما هر روز و به طور مستمر انجام میدیم و اتم کوچکترین واحد هر چیز رو میگن، ضمن اینکه اتم خیلی خیلی انرژی فوق‌العاده و خیلی زیادی داره. بنابراین عادت‌های کوچک اگر به طور مداوم و مستمر در طول روز، ماه و سال انجام بشه میتونه تغییرات خیلی خیلی بزرگی رو منجر بشه. برای اینکه عادات خوب در خودمان ایجاد کنیم یا یه عادت خوب رو جایگزین عادت بد کنیم، این کتاب 4 اصل رو پیشنهاد میکنه. اصل اول اینه که قابل مشاهده باشه، یعنی این عادت باید در امور روزمره زندگی ما قرار بگیره. و بعد اینکه جذاب باشه، یعنی اونقدر جاذبه داشته باشه که ما رو به سمت خودش بکشه و ما هر روز این عادت، این رویه رو تکرار کنیم. رضایت بخش ما باشه و مورد آخر اینکه سهل و راحت باشه، موانع رو برداریم که اونقدر برای ما این عادت، این رویه راحت باشه که هر روز اینو بتونیم تکرار کنیم. موفق باشید.